السلام علیکم دوستای عزیز، خدا کنه جور صدمند باشی و به تک تک افرادی که در بورس اوپن دورس روسیه کامیاب شدن صمیمانه از قلب تبریک میگم. خدا کنه که با روزهای دلشان برسن. یک قسمت نو ایجاد شد برای ونرها به نام داکمنتس که بعضی از قسمت های گنگ هست و بعضی از جنجال ها را هم داشت. ما میخوایم که در قسمت برای شما معلومات بدم. خدا کنه که معلومات ما برای شما مفید باشه. در قسمت سایت اوپن دورس زمانی که رفتیم اکانت خود زمانی که باز کردیم اینجا بر ما داکومنتس میاد. بچه ها در اینجا میگه choose the level of education. اونمون مقطعی را که شما میخواهید بخوانید اونمون را برای ما مشخص کنید. ماستریستک، لسانس است و یا دکتراست. ما میگیم که بچلره یا اونمون لسانس ما میخوایم بخوانیم. بعد از میگه the information most match the data in paragraph 22 of the application form. بچه اپلیکیشن فرم چیه؟ زمانی که ما اینمی مراحل زمانی که ما خانه‌پوری کردیم سیف کردیم، مرحله دیگه میگه که سی فرم است. اولش که از اپلیکیشن فرم است، اینفورمیشن اباوت درباره خودتان است و گایدینگ چی است، راهنمایی در قسمت اپلیکیشن فرم می باشه. بچه زمانی که ما اپلیکیشن فرم زمانی که ما کلیک میکنیم او مستقیم دانلود میشه. اپلیکیشن فرم ما که است یک عکس نیاز داره که ما باید او را عکس چک کنیم، عکس باید دوجه نصب کنیم و هر پاراگرافش که از خود نمبر داره. در یک قسمت بنیامین اپلیکیشن فرم است میگه choose the level of education. ما در اینجا زمانی که نشده ما انتخاب کردیم مقطع ما را لسانس باید در اونجا هم نوشته کنیم که بچلرز دیگری تایپش میکنیم. یک نکته مهم از شما فراموش نکنید که قبل از اینکه شما اشتباه کرده بودید لطفاً در این قسمت اشتباه نکنید، چون تمام اسنادهای شما مستقیم به پنتون ها ارسال میشه. ما لسانس میخوایم انتخاب کنیم. در قسمت choose the level of education بچه ما برای شما یک چیز برای شما بگیم. در روسیه تمام رشته ها که به زبان روسی ترجمه میشه، ایره خود تمام ما میفهمیم. اما در این اواخر بعضی از پنتون های بزرگش بعضی از رشته ها را به انگلیسی هم تدریس میکنن. به طور مثال ما یک رشته را ما انتخاب کردیم که به زبان انگلیسی اصلا در روسیه تدریس نمیشه. زمانی که ما انتخاب میکنیم فقط بر ما زبان روسی میآید. خوبی دیگه از زمانی که ما زبان روسی را انتخاب میکنیم تمام اونمو بخش هایی که در قسمت رشته ماست تمامش ظاهر میشه، چون تمام آنها به زبان روسی چی میشه؟ تمامشان به زبان روسی تدریس میشه، اما اکثرشان اما کمترینشان کسک با بسیار کم رشته ها به زبان انگلیسی تدریس میشه. زمانی که ما از طوری که این رشته که از مسک روابط بین الملل است سعی کنید زبان روسی رو انتخاب کردیم. رشته های بخش هایی که هست سعی کنید اینی بخش ها هست که میگم در روابط بین الملل شما میتونید که انتخاب کنید چقدر رشته های زیاد است. هتل بزنس بچه ها هتل بزنس که فقط در یک از پنتونه های روسیه که یا HCE بود یا توماس بود، فقط هتل بزنس که بود فقط به زبان روسی تدریس میشه. سعی کنید در اینجا برای ما ظاهر شده. اینا اگر ما برم زبان روسی را زبان انگلیش ما برم انتخاب کنیم ببینید بچه در این قسمت فقط برای ما 3 رشته ظاهر میشه. اگر ما زبان روسی را انتخاب کنم برای ما بخش های زیاد از رشته ما چی میشه؟ برای ما اینجا دیفالت ایجاد میشه که ما اینترنشنال ریلیشن انتخاب میکنیم. خوبی دیگه انتخاب زبان روسی چی است؟ شما زبان روسی را انتخاب کنید اما دوست دارید به زبان انگلیسی بخونید، شما اونمو پنتون را که میخواید انتخاب کنید انتخاب میکنید هم این رشته شما هم به زبان انگلیسی و هم به زبان روسی تدریس میشه. زمانی که یک سال زبان روسی را شما خواندید درخواست میدید میرید به کلاس یا با بخشی که زبان انگلیسی را برای شما چی میگه تدریس میکنه. خوبی دیگه چی است؟ یکی از دیگر چیزهایی که در پنتون روسی است است که زمانی که ما زبان خود انتخاب کردیم انگلیسی، اما در اون پنتون ما یک پنتون میریم انتخاب میکنیم که نمی رشته ما به زبان انگلیسی تدریس نمیشه. بسیاری از پنتون های روسیه که است با اینستیتوت ها در ارتباط هستند، شما را به اینستیتوت میفرستند که در اونجا زبان روسی یک سال تدریس میکنه و بعد دوباره برگشت داده میشه به پنتونتان. اما بعضی از پنتون های بزرگ است که خودی نمی زبان روسی را یک محیط درست کرده که در داخل پنتون شما چی میکنید او را میآموزید. ما بعد از میریم لیست. بچه زمانی که ما
رشته خود انتخاب کردیم، پانتون ها به شکل دیفالت میاد که در این پانتون ها که از رشته ما به زبان روسی تدریس میشه. اینجا به شکل دیفالت یعنی خودش میاد تمام اون پانتون ها رو برای من لیست میکنه که زبان ما بعد رشته ما به زبان روسی چی میشه تدریس میشه. اگر تدریس میشه این حال اگر ما برم فرض کنید ما انگلیش انتخاب کردم، میم در قسمت چوز د پانتون هایی را که ما انتخاب میخوایم، پانتون هایی را که ما انتخاب کنم، پانتون هایی را که ما میخوایم انتخاب کنم، زمانی که من انتخاب کردم پانتون های خود به طور مثال پلیتیک، این حالا ما میریم لیست پانتون ها را میبینم. سگید فقط برای ما یک پانتون آوردم، میگه در رشته شما فقط یک پانتون است که این رشته شما را به زبان انگلیسی چی میکنه تدریس میکنه. ما در اینجا آدرس زمانی که انتخاب میکنیم میریم پانتون های دیگر هم ما خودم میرم مینویسم که من خوش دارم که در پیوپل فرنشی پانتون ما بخوانم رشته ما. در او پانتون که از رشته ما به زبان انگلیسی تدریس نمیشه چی میکنه او پانتون مرا به یک اینستیتوت معرفی میکنه و ما یک سال ما میریم چی میکنم زبان روسی را میخوانم، پس دوباره میام رشته خود به زبان روسی میخوانم. که اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره. پس ما خوب است که امو زبان روسی را از اول انتخاب کنم و بعد از اون میریم امو رشته خود بخش انتخاب میکنیم اینترنشنال و بعد از اون لیست زیاد از پانتون ها میآید که به طور مثال ما پیپل فرنشیپ انتخاب میکنیم و همچنان سیبریان انتخاب میکنیم به همین شکل. اگر آدر پانتون هم شما انتخاب میکنید باز هم برید تحقیق کنید، مهم است تحقیق کنید که آیا اونمو پانتون رشته شما را تدریس میکنه یا نمیکنه. بسیار از پانتون های روسی هست که تنها ماستری و دکترا را اینها چی میکنن بخش دارن، لیسانس اصلا ندارن. خوب تحقیق کنید در انتخاب پانتون ها، خوب مطمئن شوید. پانتون برید فقط به یک نامش انتخاب نکنید که آدر پانتون ما پانتون مسکو و خوش دارم. شما برید تحقیق کنید که آیا رشته شما را داره یا نداره. بعد از اون میریم در قسمت انتخاب یا اونمو پروینسی اونمو لیول چیزتان روسیتان. من اصلا روسی رو یاد نمیفهمم. بعد از این بر شما پیشنهاد میگه آیا شما میخواهید که چی کنید یک سال زبان روسی را شما بیاموزید؟ من میگم بله. بعد از چی میگه؟ بعد از پیشنهادهای دیگه هم برای ما داره. میگه آیا شما میخواهید که در جریان از اینکه شما یک سال زبان روسی را خواندید برید اونمو قسمت های دیگر یا اونمو بخش های دیگر که به خاطر تدریس در زبان روسی برگزار میشه در او هم اشتراک کنید، منحیز ترانسلیتور باشید شما و بعد از یک دیپلم بر شما میده که فکرید حیثیت یک لیسانس داره که شما در یک زبان چی کردید، شما یک زبان میآموزید و دیپلم میگیرید. بعد از اون مرحله دومش میگه گزینه دومش است، میگه اگر شما میخواهید که بعضی از پروگرام های دیگر هم بخوانید زمانی که شما خواندید برای شما سند میده که شما میتونید منحیث استاد زبان روسی هم شما ایفای وظیفه کنید. و مرحله سومش که است از شما یک مقدار هزینه را میگیره. ما میگیم نو اینترستید. اینی بود معلومات بخش اول. خدا کنه که برای شما مفید باشه. نکات مهم خدا کنه که شما در نظر بگیرید و انشالله که همه ما موفق هستیم و انشالله بریم به آرزوهای خود برسیم و در امور رشته‌ای که ما خوش داریم تدریس کنیم. و اما این نکته ها را بسیار مهمه شما در نظر بگیرید که خدا نکرده برای ما کدام مشکل ایجاد نشه. روز خوش داشته باشید، موفق و کامگار باشید.